قوی و دلیر باش، من یعنی خدا با تو هستم. آمین. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. Be strong and brave, I am with you. Joshua 1:9. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من یعنی خداوند با تو هستم. آمین. Strong and brave, I am with you means Jesus. Joshua 1:9. آمین. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. Be strong and brave, I am with you. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. قوی و دلیر باش، من یعنی خدا با تو هستم. یوشع 1:9 قوی و دلیر باش، من با تو هستم. آمین. خداوندم شکرت میکنم به خاطر نعمتایی که به ما دادی. خداوندم در تمام زندگی ما به ما کمک کن. خدا به ما کمک کن که همیشه شجاع باشیم. خدا به ما مهر و محبت بده. خدایا تو قادر ترینی، قوی ترینی، خداوند ما، تو خدا مایی. در نام عیسی مسیح. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها این یه وسیله معمولی نیستش که، این یه چراغ قوه است. میخواین ببینین چطوری کار میکنه؟ آماده این؟ 1 2 3. بچه ها بیاین چراغ خودمون رو درست کنیم. با دستاتون اینجوری کنین. حالا انگشتاتون رو تکون بدین. آفرین بچه ها. من یه سوال دارم. وقتی تاریکه آیا این نور ما رو شجاع میکنه یا خدا ما رو شجاع میکنه؟ خدا ما رو شجاع میسازه. آفرین بچه ها. زری بری خاله مسا، من براتون چراغ فرستادم، دستتون رسید؟ سلام خاله پگا. سلام بچه ها. خاله مشا این خیلی باحاله، من خیلی دوستش دارم این چراغ قوه‌مو. بله زری بری، بیا با بلندترین صدامون بگیم خدا منو شجاع میکنه. بچه ها شما هم میتونید با دستاتون چراغ قوه نشون بدید. آماده ای؟ بله. 1 2 3 خدا منو شجاع میکنه. اورا! خاله مشا بریم حالا با هم یه داستان ببینیم چه داستانی خاله الهات میخواد برامون تعریف کنه. پاشید با هم بریم داستان ببینیم. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم بیداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3. یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. استر
ملکه سرزمین پارس یعنی ایران خودمون بود. حتی شوهرش خشایارشا از راز اون باخبر نبود. استر یهودی بود و مردخای پسر عموی استر در کاخ شاه کار میکرد و مراقب اون بود. هامان وزیر خشایارشا خیلی مغرور بود. همه بجز مردخای در برابر اون تعظیم میکردن. هامان احساس کرد که به اون توهین شده. به همین خاطر اون تصمیم به قتل مردخای و همه یهودیا گرفت. هامان به خشایارشاه گفت که یهودیا خطرناکن و باید بمیرن. خشایارشاه قبول کرد و روزی رو مشخص کرد تا اونها رو در اون روز بکشه. مردخای ترسیده بود و پیامی رو به ملکه استر فرستاد. مردخای گفت نظر پادشاه رو عوض کن. استر جواب داد اگر بدون اجازه برم پیشش میتونه منو بکشه. مردخای گفت شاید برای همین لحظه ملکه شدی. استر با شجاعت قبول کرد که شانس خودش رو امتحان کنه. اون به اتاق پادشاه وارد شد. خشایارشا از زیبایی اون شگفت زده شد و اون رو به داخل دعوت کرد. استر پرسید میتونیم با هامان شام بخوریم؟ هامان مشغول ساخت چوبه دار بزرگی در حیاط پشتی خونش بود. نقشه این بود که مردخای رو بر اون آویزون کنه و بکشه. همون لحظه دعوتنامه پادشاه رسید. پس هامان برای شام به کاخ رفت. استر به خشایارشاه گفت مردی میخواد من و قوم من رو به قتل برسونه. شاه پرسید چه کسی میخواد چنین کاری رو به انجام برسونه؟ استر با گریه گفت این هامان بدجنس. پادشاه گفت هامان؟ نگهبانان اون رو بکشین. بنابراین هامان بر همون چوبه داری که برای مردخای درست کرده بود به دار آویخته شد. بچه ها به خاطر شهبان و استر یهودیان نجات پیدا کردند و تا به امروز این ماجرا رو جشن میگیرن. خاله مرزا من فکر کنم دیگه نیازی به این چراغ قوه ندارم. اینو از گردنم اگه درش بیاری خیلی خوب میشه. حالا بعدن در میاری. چون من فهمیدم خاله مرزا که خداست که ما رو شجاع میکنه. بچه زری بری ما چه جاهایی میتونیم شجاع باشیم؟ تو فکرمون؟ بله تو فکرمون میتونیم شجاع باشیم. کجا دیگه میتونیم؟ بچه ها شما کمک کنید دیگه. تو مدرسه؟ آفرین زری بری. بله تو پارک؟ حتی تو پارک هم خدا ما رو شجاع میکنه. خدا همیشه با ماست خاله مرزا. به ما کمک میکنه که قوی و شجاع باشیم. درسته. آماده اید با هم بریم یه سرود بخونیم؟ بله من که خیلی آمادم. خیلی شجاع شدم به نظرم. چقدر قولم الان. Little donkey on the dusty road, got to keep on plodding onward with your precious load. Been a long time, little donkey, through the winter's night. Don't give up now, little donkey, Bethlehem's in sight. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow that star tonight, Bethlehem,
little donkey carry Mary safely on her way. بچه ها پاشین با من تکرار کنین. آماده این؟ خدا منو قوی و شجاع میکنه. خدا منو قوی و شجاع میکنه. خدا منو قوی و شجاع میکنه. آفرین بچه ها. آیه امروز رو بیاین با هم بگیم. مزمور 56 3. وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. Psalm 56 3. When I'm afraid, I put my trust in you. کیمیا جان سلام. میتونی این آیه رو بر ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. مزمور 56 3. وقتی میترسم به تو اعتماد میکنم. بیاین با هم دعا کنیم. خداوندا مرسی که همیشه با ما هستی. هر جایی که میریم ما رو شجاع میسازی. به ما کمک کن که این هفته بیشتر از قبل شجاع باشیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه های شجاع خداوند، وقتی با خدا هستیم شجاع هستیم. فقط خداست که ما رو قوی و شجاع میسازه. برین این آیه رو تمرین کنین بچه ها. تا دفعه بعد خدافظ. بچه ها یادتون نره آیتون رو برای ما بفرستید.